پس از بازدیدی که از سایت الگویی انگور دیم داشتیم در یک جمع دوستانه با مهمانان عزیزمون که از کشور دوست تاجیکستان تشریف آوردن یک نشست صمیمی داریم. یک نکته که اینجا مورد بحث قرار گرفت، ایشون در واقع کشمشی مویزی آورده بودن از کشورشون که میبینید دونه های خیلی کشیده، گوشتی و کاملا سیاه رنگ هست و جناب آقای پارسا صاحب این هم یک مویزی آوردن که در واقع از نظر سایز و بافت و گوشتی از این در واقع لاغرتر هست. آقای پارسا بیان کردن که مویز من خیلی شیرین‌تر هست، یعنی بریکسش بالاتر، در واقع هم همینجوره، بریکسش خیلی بالاست، خیلی شیرینه، ولی مال شما ظاهرش خوبه و شیرینیش مثل این نیست. آقای اسکندر جوابش خوبی بهش داد که ما برای بازار کار میکنیم و بازار برای کسب درآمد اقتصادی بازار به ظاهر خیلی توجه میشه و بایستی ما بتونیم در واقع کاری کنیم که تلفیق این دو بشه. چنین ارقامی رو اگر ما انشالله اینجا داشته باشیم میتونیم هم بافت گوشتی داشته باشه هم شیرین تر باشه. لذا یکی از کارها در واقع انتقال ارقام جدید هست، پیوند روی این پایه های مقاومه که در منطقه هست بتونیم همین مویز رو با این شرایط تولید کنیم، درآمد چند برابری خواهد داشت انشالله. سلام علیکم دوستان عزیز، امروز ما قرار داریم در جمهوری اسلامی ایران در گرد دوستان ما رو با اینجا دعوت کردن آقای تورنجان که در تاجیکستان تشریف آورده بودن. آقای تورنجان یک جهان تشکر با شما برای اینقدر قربانی شما، برای اینقدر مهنت شما که ما رو با مهمانی دعوت کرده در اینجا گرفته گردانده ایستاده اید، با همه چی تامین کرده ایستاده اید. با شما یک جهان تشکر. همدیاران عزیز، ما آمدیم اینجا از بحر نهال های بهترین کاویم یابیم، چون که جمهوری اسلامی ایران هم یک از دولت های ترقی کرده در سایه کشاورزی به حساب می رود و امروز ما در یک از موقع ها هستیم نورآباد. اینجا جز شیرازه، در شهر شیراز است. حال شیراز رو بسیار تماشا میکنیم. شیراز آمدیم در یک پارچه کوهستان که همش زمینش لالمی است. در باغ است که من این دادم انگوری لالمی است، بادام لالمی است، چهارمغز لالمی است. اینا در اینجا گیردو میگن چهارمغز رو. گیلاس لالمی، گیلاس لالمی، انار لالمی، زردآلو لالمی به هست. اکو اینجا لالمی برای چی؟ اینجا بسیارتر، اینجا بلندتر و بارشش که زیاد است. در ما هم لالمی بسیار است. ما هم عاقب نماندیم از برادرای ایرانی. ما ممکن در یک قسمت پیش هم هستیم، لیکن ما باز اومدیم میگن عقل ها رو یاری کند. احسنت. باز آمدیم که ما از این عقل ها هم یاری گیریم، از تجربه نو سنجش گیریم و آمدیم همین انارش رو آوردن. من اول گفت دارم که من با اینجا کم ترک انگوری کشمشی ویر آوردم، انگوری مویزی، انگوری الویکا رو آوردن نشون دادم. در حقیقت در اینجا نبوده است. اینها گفتن که در حقیقت این کیروی کشاورزی است. کیروی با معنایی که موافق مقصد است که این کار رو کنی، اگر بله خوب است. و من با این و آقای تورنج، آقای قابوسی البته قلمچه‌اش رو دسترس میکنم که در اینجا باغ‌های الویکا و دیگر انگورهای تاجیکستان رو کنن. و حاضر ما میبریم. من البته برای تاجیکستان میخوام انار بهترین ایران رو برم و یکی از انارها در اینجا ماندگی است، بسیار انار بزیب، اناری در افتش خوشرو، رباب اسمش چی؟ رباب. بله. نامش رباب بوده است. رباب تور، رباب دندران میزنی تو انا. انا اینو میبریم. بیا یک تا کلانترش رو من برم. انا این رو برم. بسم الله الرحمن الرحیم. و هم میبینیم مزهش رو میچشیم. من یک تاش رو بریدم الکه اینجا. باید پیش شما یک تاش دیگرش رو برم. بدون آب هم است. همش لالمی. لالمیه. لالمی. اسکندر جان بگو این هنوز یک ماه دیگه وقت داره که حاضر من میگم. من اینش سال سرختر است، اینش سیاهتر است.
ایناشو من بریدم، بیشترشو بریدم، این خیلی سیاه هست و چشیدم. شیرین تروش است. چی میگن؟ ملس. ناردانه. ناردانه شما هم ناردانه میکنید؟ ناردانه میگیم. ناردان. ناردان منتها ما این بسم الله الرحمن الرحیم. ولی خوشمزه است. وقتی یکم مرتبه میخورید تروشش بلند است. بعد دوم سه مرتبه در دهان پرتافتید تروشش نصف میشه و شیرین میشه. این بزرگیر انار است. بزرگیر انار است. صاحب انار آقای پارسایی صاحب باغ گفتن که این اگر یک ماه دیگر می ایستاد بالای درخت بر وقت چیندیم این با شیرین میشه. درست میگوید. وقتی من در دوران باغ بودم گفتم این چقدر لعلمی کردید. برای لعلمی کردن ما هم میدونم با از این که پرسیدم چقدر میگن عقل ها رو یارید همه هر یک 3 سال گردش میکنید و پورو قطعی امافوس دیگر پورو دورو اومخته کرده میریزید. هوای بس است کفایه است که و با بلایش رو تیرمو میشوید با کربامید. باز در وقت تابستان کوتی بالای برگه میزنید. یگان مرتبه محلول پوشی میکنید ویتامین میزنید بهترین میشه. من سرخش رو به من دادن گفتن که چش ببین وایش سیاه‌تر بود اینش سرختر. نه زیادم ترش نیست. خیلی عالیه. اینش چنان شیرین است که اینا شیرین خوبه. سرو بس همدیران عزیز نگفتن همونات که من میدونم که در یک درخت انار یک تاش رو میخورید شیرین است، یک تاش رو میخورید ناردان است. این خاص طبیعت است. طبیعت است. لیکن گلاش با هم باز نمیشه به خاطر این. بله. من اینش شب شیرین بود است. دست مونتید. آبش چجوره مقدار آبش؟ به نهایت سرو. دهان پوری آب میشود. دهان پر از آب میشود. ما حرکت میکنیم در اینجا شدن آقای حسین. ما با خودمان انتخاب میکنیم شما رو التماس میکنید با ما راه بلد شوید و ما برنامه تهیه کنید کجا رویم از کجا نهاله های بهترین رو گیریم و اینچنین خود شما نهالستان دارید. حسین کارش درسته. دوستان عزیز ما آمدیم با راهبری آقای تورنج که اینجا زحمت کشیدیم این حضور هم واسه ایرانیان شدیم هم واسه تاجیک‌ها دو تا برادر کنار هم. بله حالی ما تکرار کردم شد مناور از کدوم دوستان خانه شم است و مهمان پروانه مهمان خانه مهمان شم و من پروانه خانه فانوس است و مهمان شم و من پروانه با مهمانداریتون تشکر به شما. درود بر شما. همتون رو به دوشنبه تکلیف میکنم. خانه آقای پارسا